سلام و درود فراوان. امین هستم. امروز اومدیم آبشار ویسادار، سومین آبشار مرتفع استان گیلان. آبشار ویسادار تو 15 کیلومتری شهر پرسره و تو غرب استان گیلانه. قدیمیای منطقه اسم تالشیشو صدا میکنن که اسمش دیگا وزنه. دیگا به جایی میگن که پر از جنگله و یه منطقه خیلی وسیعه. وزنم به جایی میگن که پرش آب توش اتفاق میفته به خاطر آبشار، که در مجموع میشه دیگا وزن، جایی که بین جنگل‌های وسیعه و آب توش پرش داره. برای رسیدن به آبشار ویسادار کافیه که بیاین شهر پرسر 15 کیلومتر جاده جنگل‌های هیرکانی رو طی کنید تا برسید به این آبشار زیبا. ورودی آبشار یه سری پله داره که کافیه ازش بیاین پایین، بعد از اون شگفت زده میشین، چون یه آبشار خیلی زیبای پرقدمت اینجاست. یکی از علتایی که باعث شده هر ساله کلی توریست چه از داخل کشور چه از خارج بیان و آبشار ویسادار رو از نزدیک ببینن، وجه تمایزش نسبت به بقیه آبشاراست. همیشه ما پایین وایسادیم و آبشار بالا سرمونه، ولی آبشار ویسادار متفاوته و مخاطب از بالا آبشار رو میبینه. همین علت اصلی این بوده که کلی مسافر بیان اینجا و این آبشار رو از نزدیک ببینن. بعد از اینکه پل زیبا معروف به رنگپرد رو رد کردی، غرفه‌های مختلف رو میبینی که غرفه معروفش غرفه عمه بهاره. کلی از صنایع دستی رو میتونی اینجا ببینی که تو همین قسمت دارن تولیدش میکنن. آبشار ویسادار با این همه زیبایی که داره متاسفانه چند تا باگ بزرگم داره. اولیش اینه که یه راه عبور مناسب نداره و متاسفانه پر از چاله و دست اندازه که قطعاً توریستایی که میان به این محیط رو اذیت میکنه. دومیش اینه که اینجا آنتن نداره و نمیتونی تماس بگیری یا از اینترنت استفاده کنی. سومیش هم اینه که یه سطل زباله نیستش که توریستایی که میان اینجا بتونن زباله هاشون رو داخل اون بذارن. و مهمترین باگی که داره عدم وجود یه سرویس بهداشتیه. قطعا این همه توریست نیاز دارن که یه همچین فضای اینجا فراهم باشه تا ازش استفاده کنن. اگه این پست رو دوست داشتی حتما چنلم رو سابسکرایب کن، اون زنگوله رو فعال کن، لایک رو بزن و خیلی مخلصیم.